با نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. می خواهی میان تو و آتش دوزخ دوری انداخته شود، پس حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی در راه خدا یک روز روزه بگیرد، خداوند میان او و آتش 70 سال دوری می اندازد. روایت بخاری و مسلم. پس برادر و خواهر عزیزم، با داشتن روزه های نفل بین خود و بین آتش دوزخ دوری بیاندازیم. چقدر که روزه نفل بسیارتر داریم، همان قدر از آتش دوزخ دور می شویم. پس با داشتن روزه خود را از آتش دوزخ نگه داریم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.